سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. با قسمت 4 درباره تولید قالب سینگ‌های گرانیت در خدمتتون هستم. آقا اون اینی که میبینی الان دارم کوبالت بهش اضافه میکنم، رنگ اصلی قالبمون هست. خب یعنی به مقداری رزین بعد کوبالت. حالا من اینجا رنگ قالبمون رو آبی کردم، مقدار رنگ آبی اضافه میکنیم و یکم میکس میکنیم که یکم این غلظت و اون مقداری که لازمه رو به دست بیاریم. خب همینطور که میبینی من دارم حالا گفتیم این مقدار رزین و مقدار چیزه رو، کوبالت و اسید و رنگ و همه اینا رو بعدا به شما میگم. فقط تا اینجا چند تا نکته رو رعایت کنیم، بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. با من همراه باشین تا ادامه ویدیو. همینطور که میبینین من دارم اینجا یک پودری رو اضافه میکنم. این پودر همون اروزیل هست. اروزیل که خودتون میبینید یه ذره باعث میشه که هم رزین سفت‌تر بشه و هم مقدار شره کردن و جلوگیری از شره کردن این رنگ اصلی قالبمون از دیوارهای سینک نمونه میشه. یعنی اگه اروزیل رو با رزین پلی استر و کوبالتش رو بزنید و خوب میکس کنید، میتونید شما یه ژل کت دستساز رو به دست بیارید. حالا اینجا مقداری که من دارم اروزیل رو اضافه میکنم به این ترکیبمون، خب چیزی حدود 10 گرم یا نهایتش 15 گرم هست. یعنی یه چیزی در حدی که مثلا چشمی باشه دیگه. مثلا شما بتونین عیاری این کار رو انجام بدین، یه به یه غلظت خاصی از این ترکیبه برسین که خودتون متوجه بشین که این ژل کت این از دیواره های قالب نمونه گیریمون، خب قالبمون شره نمیکنه. حالا اینطوری بگیم بهتون. خب پس تقریبا اون ویدیو قبلی که در مورد اسپری کردن ژل کت بر روی قالب بود رو خدمتتون گفتم. خب اسپری کردیم، یک روز موند، یعنی 24 ساعت کامل اون ژل کتی که بر روی قالب نمونه سینک اسپری کرده بودیم موند، یعنی کامل خشک. الان اینجا خودتون که میبینید، حالا تا داخل ویدیو واضح نیست ولی اینو کامل بگم که کامل ژل کت کامل خشک شد. و تا اینجای کار تقریبا به صورت پله یا مرحله‌ای خدمت شما همه این موارد رو توضیح دادم. حالا هم اینجا این اینجا هم ترکیب رنگی که گفتم، خب مقدار رزین پلی استر بود که تقریبا 700 گرم رزین پلی استر بود. من داخل این ظرفمون ریختم. بعد مقدار 2 الی 3 گرم کوبالت بود که داخل رزین اضافه کردم و 10 الی 15 گرم هم اروزیل بود که داخل این رزین اضافه کردیم و یه میکسی رو انجام دادیم که بتونیم چیکار کنیم به یه غلظتی شبیه ژل کت برسیم که راحت بتونیم چیکار کنیم به این نمونه سینک قالبگیریمون اعمال کنیم. حالا تقریبا اینم یه نقطه دیدم که هست، شما باید این مقداری که رنگی که میخوایم بزنین سعی کنین یه جور اسید کوبالتش رو بزنین که تقریبا دو الی 3 ساعت خشک بشه، یعنی درجه خشک نشه. خیلی از دوستان پیام دادن که آقا زود خشک میشه و نمیدونم علتش چیه. و خب عزیز دل من، یکم کوبالت و اسیدش رو کمتر بزنید این دیگه خشک میشه و خیلی راحت تر میتونید بر روی قالبتون، حالا سینک نمونه گیریتون، حالا من هی میگم قالب، شما بزرگواری خودتون ببخشید، آره، بر روی نمونه سینکتون اعمال کنید و هیچ اتفاقی هم نمیفته که آقا خشک میشه و دیگه خشک میشه و شرژه میکنه. نه، این اروزیلی که ما بر روی داخل چیز زدیم، رزین اضافه کردیم، اون یه مقداری چیکار میکنه؟ غلظت رو جبران میکنه و شرژه نمیکنه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. الان هم که میبینیم با یه فرچه داریم این ترکیب رنگمون رو بر روی قالب چیکار میکنیم؟ اعمال میکنیم.
بعد نقاطی که هست، حالا جلوتر پیش بریم میگم هم نقاط رو، ولی خب تا اینجایی که کار که حالا هستیم ببینید الان اینجا که من دارم این رنگ رو بر روی سینک اعمال میکنم، شما باید دقت کنید که انگار دارین یه دونه درب آهنی رو یا پنجره آهنی رو رنگ میزنید، یه جوری که نه زیاد ضخیم باشه این رنگتون، نه یه جوری باشه که رنگتون نازک باشه و سینک دیده بشه. خب یه جور، چون اگه شما این رنگ رو یه جایش رو ضخیم بزنید که بعد از این که مثلا قالبتون تموم شد، مثلا یه دوتا چکش بهش خورد، از اونجا ترک میخوره. خب بعد اگرم خیلی نازک باشه، حالا نمیگیم ترک میخوره، ولی خب زود از بین میره این قسمت از قالبتون. به خاطر همون سعی کنید یه تیکه یک دست این کار رو انجام بدین که خیلی راحت بتونین تا مدت‌های طولانی از این قالبتون استفاده کنید. حالا هم اینجا میبینید که من دارم رنگ رو داخل لگن ها میزنم و هیچ اتفاقی نمیفته. فقط از دوستان، من چون مدت ویدیو طولانی و خودم هم نمیخوام طولانی صحبت کنم، یه ذره از این قسمت از ویدیو رو حالت تند قرار میدم. یکم این ویدیو رو بریم جلو، بعد به نقاط دیگه ای رو به شما بگم. خب در ادامه این ویدیو خدمتتون باید بگم که آقا این همه جای قالب رو حتما، نمونه رو حتما رنگ بزنید، یه رنگی بزنید که حتما خودتون گفتم کامل پوشش بده، که نه زیاد ضخیم باشه نه زیاد نازک‌تر باشه. بعد در مورد جای سیفون که همه دوستان ازم هی میپرسن که جای سیفون رو چطور این جاشو پوشش دادین. خب این جای سیفون من درب واکس‌ها جدا کننده هست که آبیا، خب با اونا یه ذره از پشت چیکار کردم، چسب 1 2 3 زدم و اونا رو چسبوندم زیر نمونه سینکمون. بعد از داخل هم دور اطرافش رو خمیرگیری کردم که بتونین چیکار کنین، اون مدل و فرمی که جای سیفون لازمه رو بگیره. یعنی الان خودتون تو ویدیو هم میبینید که جای سیفون درب قوطی‌های واکس جدا کننده مون هست. این از اون. مورد بعدی که همه میپرسن آقا این رزینه که الان رنگ زدیم، داریم رنگ میزنیم، خب این رزین چه نوع رزینی؟ باید خدمتتون عرض کنم که آقا رزین معمولی ما خودمون که برای سینکامون استفاده میکنیم رزین 131 کد 131 ایران کیتون هست. خب یعنی هیچ فرقی نمیکنه، شما اصلا هر نوع رزین پلی استری که دم دستتون هست خب میتونن ازش استفاده کنید. فرقی نداره که شما خیلی آقا این پکیج فروش ها و این تولید کننده های آموزش دهنده ها یا حالا تولید کننده ها همه میان میگن که آقا نه رزینش باید فرق کنه، ژل کدش باید فرق کنه، نمیدونم کلی چیز باید. نه فرقی نداره عزیز دل من. شما الان من الان رزین 131 ایران کیتون رو استفاده میکنم برای این کار، با همون رزین همین ترکیب رنگی که الان دارم بر روی نمونه میزنم با ترکیب استفاده کردم، هیچ فرقی نداره. پس نگران هیچی نباشین، یعنی رزین قالب‌گیری با یا ژل کت قالب‌گیری فرقی نداره. من همین ژل کتی که بر روی سینکام میزنم همون ژل کت رو زدم، بعد رزینی هم که استفاده میکنم همین رزین ایران کیتون خودمون هست. بعد نکته بعدی که هست اینه که آقا الان من این 700 گرم رزینی که استفاده کردم، یکم کوبالت 2 گرم 3 گرم، بعد 10 الی 15 گرم هم چیکار کردم که میگن اروزیل بهش اضافه کردم که این شره نکنه از دیوارا. خودتون هم میبینید که هر جایی که میزنیم شره نمیکنه این رنگمون. خب رنگ اصلی یا حالا به نوعی میگیم که ژل کت دوممون هست. خب به خاطر همون خیلی از دوستانم میگه آقا میشه اینو اسپری کرد. بله میشه، چرا اسپری نکرد، ولی ژل کتی که استفاده میکنین یکم سخته دیگه، همه جای قالب رو
رنگ کنین، اینطوری یک دست رنگ کنین. بخاطر همه ما فرچه این کار رو انجام میدم، خیلی هم راحت هست و هیچ فرقی نمیکنه. حالا نیم ساعته کل اینو رنگ کردیم، حالا قسمت‌هایش رو برش دادیم که ویدیومون زیاد طولانی نشه. این از اون مورد. بعد اینکه مورد خاص دیگه ای ندارم بگم، باید همین کارا رو انجام بدین تا آخر ویدیو هم با ما همراه باشین و نکته‌ای بذاریم ببینم نکته‌ای هست که بگم به شما یا نه فکر نکنم نکته‌ای باشه. فقط این رنگی رو که اعمال کردین حتما بذارین کامل یک روزی کامل، یه 24 ساعتی از روش بگذره کامل خشک بشه، بعد بیاین لایه های بعدی رو اعمال کنیم. بعد از این قسمت خب لایه الیاف گذاری هست دیگه، لایه اول رو لایه گذاری میکنیم، بعد بریم ببینیم تا کجا میریم. این الان دیگه هیچ نکته‌ای نیست. و اینکه الان خودم هم دارم چیکار میکنم، قسمت هایی که کم رنگه یا قسمت هایی که مثلا امکان داره یه ذره رنگ چکه کرده از فرچه رو قسمت ها، دارم اونا رو پاکسازی میکنم که یک دست باشه این رنگی که بر روی حالا نمونه سینک زدیم یک دست باشه. اینم از اون که الان میبینید کامل ویدیو تموم شده یا خودم هم کارم تموم شده. بعد از این مورد این فرچه رو هم خیلی از دوستان میپرسن که چطور تمیز کنم. لطفا با تینر و کارتک تمیز کنید، هیچ فرقی نداره که یه دونه فرچه میتونه اگه درست استفاده کنه همین قالبی که تقریبا تولید میکنیم، خب همین قالب بسه، زیاد فرچه لازم نیست استفاده کنید. اینم یه نکته حالا ریزی بود که به شما گفتم. آقا دستتون درد نکنه که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودیم. اگر خوشتون اومد حتما لایک و کامنت بذارید، اگر هم خوشتون نیومد بازم لایک و کامنت برامون بذارید که ما هم خوشحال بشیم، همین که به آموزش دادنمون ادامه بدیم. بعد خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودین. یا حق.